بارك الله فيكم. برادر ما ابو عبید الله حفظه الله برای یک جوان صحبت کردن، سعدی تاجیک. جوانی خیلی جوان است، 10 ساله است، نمیدونم 12 ساله است. امروز در یک برنامه که خیلی در بین عرب ها معروف است، ایخوه بود، نمیدونم یک چیزی برنامه بود که قدر مشاهده نمیکنم، لیکن در اون مشهور است برنامه. در اون او رو دعوت کردند و بالاخره این سعدی تاجیکی رو بسیار کانال های فارسی از ایران یک نفر دو نفر و از افغانی ها نابغه عصر، حافظ عصر، نابغه عصر گفتند و خیلی منتشر دارند میکنند. اولا درباره این جوان سعد من کمی پیشتر خودم میخواستم یک صحبت بکنم، زیرا خودی من مشاهده کردم. چرا مشاهده نکنم جوان را که حافظ قرآن است؟ چرا نبینم جوان را که حافظ کتب 26 است؟ چرا مشاهده نکنم صحبت های جوان را که از علم رجال با خبر است؟ چرا مشاهده نکنم جوان را که هم قوم من، هم ملت من، هم زبان من با زبان عربی فصحی دارد صحبت میکند؟ جوان است، هوسم می آید، خوشم می آید و خرسند می شوم و الحمدلله میگم که این چنین نبیرگان امام بخاری باز از این منطقه دارند زنده می شوند. الله اکبر گفته نیست که باید گفته شود. خرسندم می شوند. ولی نقطه ها وجود دارد. نقطه اول این است که اولا صحبتی که این جوان کرد، در همه سوالش هر کسی که از این سعد تاجیک در حقیقت نابغه عصر بگویی خطایی نمی کنی. در مجلس ها سوالش میکنن که در مستقبل کی شدن میخواهی؟ در آینده کی شدن میخواهی؟ سعد تاجیک، جوان تاجیک، 10 ساله 12 ساله شاید باشد، میگوید که من در آینده میخواهم به مانند علمای سلف باشم، به مانند احمد ابن حنبل، امام البخاری و مسلم رحمهم الله. این بهترین آرزوست، بهترین برنامه و نقشه است. یک جوانی که 10 ساله 12 ساله است قرآن را در سن 5 سالگی حفظ کرده، کتب 16 را حفظ کرده، علم رجال میداند، زبان عربی میداند، غیر از این جزری و غیر از کتاب های الفت ابن مالک، نحو و صرف و این چیزا را میداند. این در حقیقت نابغه است. کسانی به این نظر ناگیری میکنند که قدر علم نفهمیده و نیت و آرزوی این جوان سعد هم خیلی هم نیت و آرزوی قوی است. الله سبحانه و تعالی به این آرزویش رساند. به او سوال کردن، گفت من میخوام مجددین شوم. من الان میخوام به همون ولی که میخوام اینجا به پدر و مادر این جوان رساله بکنم و به خود این جوان سعد تاجیکی نابغه عصری که دارند همه در همه جا منتشرش میکنند، به او بگویم که ای پدر و مادری که این جوان را تربیه کردی، جزاکم الله خیرا، الله به شما جزای خیر بده. ای جوان سعدی که تو داری اینقدر کوشش و اینقدر مشقت میکشی تا که علم را بیاموزی و مجددین باشی، بدان که مجددین شدن با عقیده توحیدی است. کتاب قرآن را حفظ بکنی، تمام کتب 26 را حفظ بکنی، تمام متون را حفظ بکنی، اما توحید را نفهمی، در بالای توحید به اهمیتی بکنی، همراه صوفی قبوری باشی، همراه اشعری و ماتریدی دیگر از گمراهان باشی، این حفظ کرده به دردت نمیخورد، به تو فایده ندارد. امام احمد پیش از این که امام احمد نامشان بماند، بله حفظ کردند، بله فهمیدند، ولیکن امام احمد را مبارزه کردنشان با اهل بدعت امام احمد کرد. امام احمد چرا نامشان امام احمد ماند؟
چرا امام احمد مجدد دین بودند؟ چرا امام احمد سبب حفظ شدن دین در زمانشان شدند؟ ثابت قدم در رو بروی بدعت مکفره ایستادند، این مبتدعین را رد زدند، کافر شده ها را تکفیر کردند، ثابت قدم ایستادند و در عقیده اهل سنت ایستادند و مبارزه به کفار مشرکین، به جهمی ها که بردند، برای همین نامشون امام احمد. امام البخاری رحمه الله چرا امام البخاری شدند؟ فقط به جانب حدیثی نه، فقط به خاطر حدیث نه، عقیده توحیدی داشتند و انا همین عقیده توحیدیشان امام البخاری کرد، کتابی که خلق و افعال العباد نوشته و کتاب حدیثشون را به ترتیب توحیدی نظر بکن، در صحیح بخاری آخرهاش چگونه صحیح است. همون کتابی که یحیی عبدالعزیز یحیی جمع کرده صحیحین را از یاد کردی، بنده هم انا همون را حفظ کرده، اما شرح این حدیث را از علمای اهل سنت باید بیاموزی. برای همین ما میگوییم که خوشا به حالت بهترین راه است، بهترین منهج است اگر متون عقیده را حفظ بکنی، عقیده را بیاموزی، از کوچک تا بزرگش عقیده احمد ابن حنبل را بیاموزی، کتاب احمد ابن حنبل نوشته را، فرزند احمد ابن حنبل نوشته را حفظ بکنی، بخوانی و بیاموزی، از علمای اهل سنت، از طاغوت پرستان جدا شوی و براءت بکنی، از اشعری و جهمی و ماتریدی و صوفی و قبوری و رافضه و مدخلی و حزبی نباشی، از اهل سنت و الجماعت باشی، در همین حالت مبارزه به کفار مشرکین بردی، ان شاء الله مجدد دین است. اما در غیر این صورت در صف مشرکین بودی، در صف صوفیا بودی، در صف اهل باطل بودی، مجدد دین به اهل سنت شدن ناممکن است. والله اعلم. يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك